اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید از تمام نکات مثبت و واقعی گزارش اخیر منتشر شده توسط بانک جهانی در مورد وضعیت افغانستان استقبال میکند و این حرکت را تصویر روشن از انکشاف و تحرک اقتصادی واقعی افغانستان میداند که به جهان ارائه شده است. از سوی هلال احمر افغانی در 5 ماه گذشته به سطح کشور 955831 تن بیمار مختلف از قبیل سوراخ قلب، واکسین، ولادت و غیره به طور رایگان تداوی شده است. وکیل ولسی جرگه مردم هرات آقای منورشاه بهادری در اداره اسبق از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان از ترکیه به کشور بازگشت و تعداد زیادی از افراد فرم‌های ثبت نام را برای برگشت به کشور به دست آورده‌اند. وزارت شهدا و معلولین از ثبت نزدیک به 150,300 معلول خبر می‌دهد. این معلولین شامل افراد اداره پیشین و نظام کنونی می‌شوند. شاروالی کابل میگوید شاروالی کابل محترم مولوی عبدالرشید پیرامون حل مشکلات محیط زیستی با بزرگان و محاسن سفیدان ناحیه 16 منطقه الوخیل دیدار، بحث و تبادل نظر نمود.